تا حالا شده وسط شلوغ‌ترین لحظه‌های زندگی یهو حس کنی یه چیزی از عمق وجودت داره صدات میکنه؟ نه یه ترس، نه یه پوچی، یه جور کشش آروم و مرموز. انگار یه فضایی توی درونت هست که مدت هاست منتظرته. جایی که نه صدا هست، نه توقع، نه قضاوت. فقط تویی و حقیقت خودت. خیلی همون سال هاست از این فضا دور شدیم. دنیای بیرون همیشه داد میزنه برو بیرون، دیده شو، ارتباط بساز، فعال باش. ولی کمتر کسی میگه یه لحظه وایسا، یه نگاه به خودت بنداز، ببین اونجا چه خبره. قبل از اینکه سفرمون رو شروع کنیم، اگه میخوای مسیر آگاهی و تجربه های بعدی ما رو از دست ندی، یه لحظه وقت بذار، از کانال حمایت کن، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. همین کار کوچیک تو باعث میشه این فضای امن ذهنی روز به روز بزرگتر و روشن‌تر بشه. حالا بریم سراغ موضوعی که دنیای مدرن یا درست نمیفهمتش یا ازش میترسه. چرا آدم‌های عمیق، آگاه و آروم گاهی تنهایی رو انتخاب میکنن؟ فصل اول، راهی که همیشه نادیده گرفته شد. از بچگی یه قانون نانوشته رو توی ذهن ما کاشتن. برای رشد، امنیت و بقا باید کنار جمع باشیم. جمع یعنی پشتوانه، یعنی قدرت و یعنی مسیر درست. اما هیچ کس نگفت جمع میتونه گاهی خفه کننده باشه. نه به خاطر آدم ها، بلکه به خاطر موجهایی که ازشون وارد ذهن ما میشه. هر توقع، هر نگرانی، هر فشار اجتماعی مثل یه سنگ کوچیک میچسبه به کوله بار ذهنمون. وقتی این کوله بار هی سنگین تر میشه، یه جایی میفهمی راه رفتن کنار بقیه حتی سخت‌تر از تنها رفتنه. اینجاست که یه حقیقت نرم ولی انکار نشدنی آروم آروم خودش رو نشون میده. ما تنها به این دنیا میایم و تنها هم ازش میریم. هرچقدر هم اطرافمون شلوغ باشه، عمیق‌ترین بخش سفرمون همیشه توی درونه. تنهایی ضعف نیست. تنهایی یه برگشتن به سرچشمه است. جایی که میفهمی هیچ مسیر جمعی ارزش گم کردن خودت رو نداره. وقتی تنها قدم برمیداری، کم کم یاد میگیری بودن حتی بدون تایید بقیه هم قشنگه. اما تازه این شروع سفره. فصل دوم، ورود به پیوند با خود. تنهایی که داریم دربارش حرف میزنیم نه فراره، نه قهره و نه بریدن از دنیاست. این تنهایی یه سفر آرومه، یه حرکت به سمت عمیق‌ترین لایه‌های وجودت. توی این سکوت برای اولین بار یه آینه میبینی که چهره واقعیتون نشون میده. نه نقاب کاری، نه نقش خانوادگی، نه اون چهره‌ای که برای بقیه ساختی. برای اولین بار خود واقعی تو میبینی. همون کودک کنجکاو که یه زمانی آرزوهای ساده داشت، همون آدم بی‌نقاب، همون روح بدون قید و بند. هرچی بیشتر توی این سکوت فرو میری، لایه لایه وجودت باز میشه. میفهمی چرا بعضی رفتارها رو تکرار میکنی، میبینی کدوم زخم‌ها هنوز خوب نشدن، میفهمی چی واقعا تو رو زنده نگه میداره و چی فقط نقش شده. توی این سفر یه شفافیت عمیق به دست میاد. مثل یه دریاچه تاریک که ماه کامل رو بی‌نقص منعکس میکنه. هرچی بیرون آرومتر میشه، درون واضح‌تر. فصل سوم، شجاعت حضور در سکوت. دنیای امروز از سکوت میترسه. از خلوت میترسه. چرا؟ چون سکوت هیچ راه فراری نداره. ما به سر و صدا اعتیاد پیدا کردیم، به گوشی، به محتوا،
به موسیقی، چون اگه صداها حتی یه لحظه قطع بشن ممکنه با چیزایی روبرو بشیم که سالهاست ازشون فرار میکنیم. سکوت هم یه آینه بیرحمه و هم یه معلم مهربون. توی سکوت هم توانایی هاتو میبینی، هم زخم هاتو، ترس ها، عقده ها، خاطره ها، همه یکی یکی میان بالا. اینجاست که شجاعت معنی پیدا میکنه. شجاعت یعنی با خودت روبروشی، بدون ماسک، بدون نقش و بدون توجیه. وقتی این مواجهه اتفاق میفته یه چیز معجزه‌وار شروع میشه. نقص‌هاتو میپذیری، خودت رو میبخشی، با خودت مهربون میشی و کم کم دوست واقعی خودت میشی. تنها بودن دیگه دردناک نیست. تنها بودن میشه پناهگاهت، جایی که نه دنیا خرابش میکنه و نه کسی میتونه ازت بگیرتش. فصل 4: چرا تنهایی باعث ارتباط بهتر میشه؟ حالا میرسیم به اون پارادوکس بزرگ. آدمایی که تنهایی رو آگاهانه تجربه میکنن خیلی بهتر از بقیه میتونن رابطه واقعی بسازن. به نظر عجیب میاد ولی حقیقتش خیلی ساده است. از یه لیوان خالی هیچ کس نمیتونه چیزی بریزه. خلوت جاییه که لیوان درونت پر میشه. جایی که انرژیت برمیگرده. احساساتت نظم میگیرن و کم کم به زبان قلبت مسلط میشی. وقتی خودتو میشناسی، موقع ورود به رابطه نه از ترس میای، نه از نیاز، نه از وابستگی. تو از کمال وارد میشی، نه از کمبود. برای همین روابطی که میسازی پاکتر، واقعیتر و پر از احترام متقابل میشن. نه از دست دادن کسی خوردت میکنه، نه حضور کسی تو رو از خلوتت دور میکنه. فصل 5: بازگشت روشن به جهان. وقتی این سفر درونی رو طی میکنی دیگه اون آدم قبلی نیستی. تو مثل یه چراغی میشی که از درون روشن شده. به دنیا برمیگردی، نه برای جلب توجه، نه برای تایید و نه برای فرار از تنهایی، بلکه چون چیزی درونت اونقدر پر شده که نورش خود به خود پخش میشه. تو تبدیل میشی به یه نقطه آرامش وسط شلوغی آدم ها، به یه پناه بی صدا برای کسایی که هنوز راه ورود به خودشون رو پیدا نکردن. و همین جاست که میفهمی تنهایی هیچ وقت پایان نبود. تنهایی دروازه‌ای بود به سمت یه ارتباط واقعی تر با جهان. اگه این حرفا توی دلت یه جایی رو روشن کرد، با لایک کردن این ویدیو بهمون خبر بده. اگه کسی رو میشناسی که امروز نیاز داره این پیام رو بشنوه، براش بفرست. و حالا ازت میخوام توی کامنت ها برامون بنویسی خلوت برای تو چه معنایی داشته؟ آخرین باری که با خودت صادقانه تنها بودی کی بود؟ داستان تو میتونه چراغ راه یه انسان دیگه باشه. ممنون که تا آخر این سفر کنارمون بودی. آگاه بمون، روشن بمون و هر روز یه قدم به خود واقعیت نزدیکتر شو.